شاگردان مدرسه جامعة الاحناف مرکز ولایت کاپیسا پس از تکمیل دوره حدیث کبرا و حفظ قرآن کریم طی یک محفل باشکوه با اشتراک علما و صدها تن از باشندگان این ولایت دستار فضیلت بر سر نموده فراغتشان را جشن گرفتند. فقه تشریح قرآن و حدیث است. در فقه امام ابو حنیفه و دیگر مذاهب و علما خود به ما معرفی نگرفتن که خود به ما معرفی کنن. همین قرآن و حدیث به ما معرفی میکنن. فقه به معنی فهم دین، فهم قرآن، فهم حدیث، منهج فهم قرآن، تشریح قرآن، تشریح حدیث، امیر فقه میگن، علم فقه. قرآن کریم میخوانند، شما فکر میکنین که قرآن کریم برای این مردم آمده و حالان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید و هو علیهم، قرآن کریم سرشان حجت است. تلاوت قرآن کریم برایشان نافع و مفید نیست، بلکه تلاوت قرآن کریم سرشان حجت و دلیل است در روز قیامت. از سوی هم محتمم مدرسه جامعة الاحناف میگوید که این نهاد علمی به هدف کسب رضای خداوند و تربیت علما و حفاظ همواره تلاش دارد تا نسل جوان را برای اصلاح جامعه اسلامی پرورش دهد. تعدادی که ما امروز فارغ دادیم که 14 تن از جمله علما بودند و 19 تن از جمله حافظین کرام بودند. میخواهیم که الله تبارک و تعالی اینها را مصدر خدمت بگردانه و از اینها تقاضای ما ای است که خدمت در جامعه به دین اسلام مقدس بکنند و خود را ذریعه خدمت برای جامعه بگردانند. قابل ذکر است که مدرسه جامعة الاحناف کاپیسا 10 دوره شاگردان را در بخش حفظ قرآن کریم و دوره های حدیث فارغ داده و اکنون 500 تن شاگرد را نیز تحت آموزش دارد.